فینیتو. کدخدا جان، دستم به عبای پاره پورد. 100 روزمون هم تمام شدندی و غلطی نکردیم. مگر قرار بود غلطی هم بکنی؟ کدخدا میگن اقتصاد فینیتو داره فرو میپاشندی. چه بکنیم ما؟ مگر سکه ضرب نکردندی؟ کردیم اما اقتصادمان متورمتر شدندی. خب مالیات بگیر. کدخدا جان، بهانه های من تمام شدندی. فقط مانده از دیوار خانه مردم همی بالا برویم. بیا با هم بریم ببینیم چه خاکی توی سرمان همی بکنیم. های مرد فینیتویی، بگو ببینم به گاوهایتان چه میدهید که همی بخورند؟ یونجه همی دادمی. چی؟ چطور جرأت میکنی از این غذاهای لاکچری به گاوهایت بدهی؟ من با این همه گاویم تا حالا یک پورسیون سیر نخوردمندی. بعد تو چطور چنین جرأتی به خود میدهندی؟ 200 سکه جریمه میشوی. رد کن بیاد. های مرد فینیتویی، به گاوهایت چه میدهی بخورند؟ مقوا کارتون خالی. چی؟ این اهانت به گاوهای فینیتویی است. یک گاو فینیتویی هرگز نباید مقوا بخورندی. 200 سکه جریمه میشوی. های مرد فینیتویی، به گاوهایت چه میدهی بخورند؟ پیتزای تنوری با سس کچاپ. کدخدا بگذار من به صورت سرزده برومندی. در جمع این گاوها و یک پیتزایی با هم بزنیمندی. ساکت، تو پیتزا نخورده هم گاوی. ای مرد فینیتویی، آیا تو نمیدانی که فست فود برای گاوها ضرر دارد؟ 250 سکه رد کن بیاد. آهای مرد فینیتویی، گاوهایت چه میخورندی؟ اصلا گاوهات کجان؟ والا پول دادم به خودشون برن هر چی خواستن بخورن، اما برای شما یه پرس غذای ویژه سفارش داده می باشمی. آی جسم ناقصم. آی، آن گوزمانم.